امروز 19 میلیون از و شما در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. شعله گلخوجه هستم. سلام. در 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوعها صحبت میکنیم. تشکیل پروازهای چارتری. تاجیکستان شهروندان درمانده‌اش را در شهرهای روسیه بعد 25 ایون با پروازهای مخصوص به وطن انتقال خواهد داد. سبب خودکشی کم بغلی بود یا ناعدالتی و یا چگونه ساکن 47 ساله نویه رودکی مشکلاتش را به خاک برد. کم تلی اردام میکنه نخواد بود مجبوری هم زهری پنه و دورو یکی امر ای مجبوری میخرد هیچ وقت مستیشون نمیخرد کمی آدم. و پاندمیای کرونا ویروسی نو قسمی از ساکنان دهه غیلات پایانی نویه وسه را از آب آشامیدنی محروم کرده است. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفته است که از هفته آینده شهروندانش را با نوبت از روسیه به وطن انتقال بدهد. برای آوردن مهاجران پروازهای مخصوص راه اندازی می شود. در این باره امروز وزارت کار خارجه تاجیکستان خبر داد. در پی گسترش بیماری کرونا ویروسی نو صدها شهروند تاجیکستان به خصوص مهاجران در روسیه درماندند. آنهایی که برگشتنشان به وطن ضرور است باید درخواست و معلومات درباره خود را طریق پشته الکترونی مخصوص بفرستند. سفیر تاجیکستان در روسیه گفت بلیط ها تنها در نقطه های فروخته می شوند که مقامات معین می کنند. مراجع یوسفی تفصیلات می دهد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 19 ایون خبر داد که شهروندان کشور با پروازهای چارتری شرکت‌های تاجیک ایر و سامان ایر از روسیه به وطن آورده می شوند. به قبل منبع در نوبت اول طبقه‌های آسیب‌پذیر شهروندان از جمله بیماران، دانشجویان، زنان با کودکان خردسال و شخصانی که بنابر سفر خدمتی در روسیه درمانده‌اند به تاجیکستان انتقال می‌یابند. پروازها به قبل مقامات از شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ، قزان، نووسیبیرسک و یکاترینبورگ به تاجیکستان صورت می‌گیرند. مهاجران برای نامنویس شدن در پروازهای چارتری و بعداً خریداری چیپته باید به سفارت تاجیکستان در مسکو و 4 کنسولگری کشور در روسیه مراجعت کنند. و بلیط ها یعنی که چیپته ها بعد که ما روی خط ها رو ترتیب میدهیم یک روز پیش از پرواز ما معین میکنیم از کدام فرودگاه رفته چیپته ها رو خریداری کنیم. این هم یعنی که ما معین میکنیم روز پرواز، ما معین میکنیم جای خریدی مثلا بلیط ها تنها از روی خط در این یا آن فرودگاه وقتی که معلومه میکنه از همونجا اجازت و ما اینا اعلان میکنیم. برای همین یگان کس یگان شخصی یا اشخاص خصوصی حقوقی فروختن چیپته ها را ندارد. یک نکته دیگر، مقامات از شهروندان تاجیکستان درخواست کردند که مراجعت های خود را به سراغ چارت رشا سنجابک انفعال نقطه تیجی با درج معلومات تماس و حجت های ضروری فرستند. تاجیکستان با سبب پنجشنبه پاندمی کرونا ویروس از نیمه دوم ماه مارس همه پروازهای بین المللی را قطع کرده بود. با این سبب صدها شهروند تاجیکستان در کشورهای خارجی از جمله در روسیه درمانده بودند و حکومت قسم از آنها را با پروازهای چارتری به کشور آورده بود. اما قسم بیشتری مهاجران در روسیه درمانده بودند و میگفتند که حکومت در شرایط وضعین آنها را به حال خود گذاشته است. هرچند برخی انتقادها هم بودند که مهاجران بهتر است تا بهتر شدن وضعیتی وابسته به کووید 19 در روسیه بمانند. با این همه هنوز معلوم نیست که پروازهای دائمی از تاجیکستان به روسیه و یا برعکس کی آغاز می‌گردند. مقامات گفتند بعد از ماه ایون این مسئله را بررسی خواهند کرد. یک ساکن نویه رودکی در روز پیش با نشان اعتراض به مشکل‌های زندگیش در نزد بینای حکومت این نویه سرکه نوشیده خودکشی کرده است. پیوندان میگویند او از شرایط سخت و ناعلاجی به جانش قصد کرد. در حکومت نویه گفتند این مرد اصلاً برای کمک خواهی به نزدشان نآمده بود. مقامات ملیسا به تحقیق حادثه پرداختند. جامعه شناسان از چنین شیوه اعتراض در کشور بانک اضطراب میزنند. سروینازی روح‌الله و شهلای عبدالله به جای حادثه رفتند تا به این قضیه روشنی اندازند. یک ساکن 47 ساله دهه توبک جماعت لاهور ناحیه رودکی 2 روز پیش در نزد بینای حکومت با قصد خودکشی سرکه نوشیده ففتیده است. خانواده این مرد میگویند که او به خاطر رسیدگی نشدن به وضع زندگی کم بی‌ضابطانه‌اش و همچنین به قضیه پسر نابالغش که گفته می شود برای دزدی به 5 سال زندان محکوم شده است به این کار دست زد.
خانواده این مرد میگویند چند مشکل روزگار که پی هم در زندگی با او رخ داد به وضع روحی عبدالغفور اسکرف بی تاثیر نماند و او قصد جانی خود کرد. خیلی میتونستم که با کمتر یاردم میکنم، نه خدا که بود مجبوری هم زهری پنه و دارو یکی امر ای مجبوری میخوره و هیچ وقت ای مستیشون نمیخورد کنه آدمو. با گفته نزدیکانش عبدالغفور یک سال پیش بعد از آن که کارش در روسیه اومد نکرد و بیمار شد به تاجیکستان برگشت و جای کار نمیکرد. اما مراجعت‌های با تکرارش به مقامات محلی برای گرفتن کمک پولی و همین طور به گفته پیوندان ناعادلانه بودن حکم دادگاه در نسبت پسر نابالغش او را در حالت سختی افسردگی قرار داد. فقط مردکم کسل بود، بسیار بنزه کارمان فقط بنزه خطی موده برای همه چیز یاردم در کار همین زواتی. یک سال وحی دادم دویم карата продлит кадани رفتم که من уже رد شدم. ای کامپیوتر رفتم پرسیدم که من رد کدگیم. به خاطر همین داشتن بعضی تجهیزات ممکن نبوده این قشلاق. همسرش گفت لحظه های آخرین حیات شوهرش با او بود. من پرسیدم برای چی کدی خالی برای نمیکدی همین کارتا. این بچه‌م یاردم میشه و میبروه این هازم یاردم میکنه. این زن گفت به شوهرش 20 تومان پولی از دوزندگی به دست آورده‌اش را داد تا راهگیری کند. اما بعد مرگ شوهرش فهمید که او با آن پول فقط از یک طرف راهگیری کرده و از مغازه سیرکو خریده است. در حکومت ناحیه گفتند که این مرد گرفتار بیماری روحی بود و یک سال اخیر به آنها برای کمک مراجعت نکرده است. زن میگن که این کسل دیوانه بود، این کسل دیوانه نبود. مقامات ملیسا حادثه را تحقیق میکنند. در یک ماه اخیر این دومین حادثه دست به خودکشی زدن ساکنان در نزد بیناهای مقامات محلی است. هفته پیش مردی که خود را در نزد بینای ریاست مالیه شهر کولاب آتش زد در بیمارستان درگذشت. در تاجیکستان چنین نوع اعتراض تا کنون به این شیوه خیلی کم رسانه‌ای شده بود. رهبر بخش اروپایی سازمان جهانی تندرستی میگوید بحران کرونا ویروس در جهان هنوز پس سر نشده است. هانس کلوگه 8 یون در نشست خبری آنلاین تاکید کرد از بس که واکسن و طرز مشخصی تبابت آماده نشده است، آمدن موج دوم بیماری حتی بعد فوق‌العاده پایین رفتن آمار گرفتاران واقعی است. در همین حال متخصصان سازمان جهانی تندرستی به مقامات تاجیکستان توصیه دادند که معیار فاصله گیری اجتماعی را شدیداً رعایت کنند. طلباتی که به قول همکاران ما از تلویزیون в настоящее время از جانب ساکنان به نظر گرفتن نمی شود. کایو مرسیاتو گزارش را تقدیم می کند. هر روز در تاجیکستان رسما ده‌ها نفر به بیماری کووید 19 گرفتار می شوند، ولی مقامات تاجیکستان کرانتین جاری نکردند. بنابراین ساکنان در کوچه و نقلیات مسافربر آزاد رو و آمد می کنند و مشاهده می شود که کم کسی فاصله اجتماعی یا دوری از یکدیگر را رعایت می کند. از ترس جریمه نشدن بسیاری ها تلاش میکنند که در بیرون نقاب طبی داشته باشند، اما فاصله بین آدمان در کوچه و خیابان و بازارها در اکثر موارد رعایت نمی شود. ساکنان میگویند این از بی‌پروایی نیست، بلکه آنها مجبورند. هوا در دوشنبه 35 درجه گرم است و پیاده گشتن زیر آفتاب سوزان غیر امکان است. مردم برای رفتن به کار و بازار از نقلیات جمعیتی از جمله اتوبوس و ترولبوس ها استفاده میکنند. نیم ساعت اتوبوس سجدت که استیم. این خدر اومدن یه آدم زیاد شده میگه طلبه جمع میشه، مثلا این دیستانس گرفته و نشد ویروس خلاصی نیست خودمونده. راننده ها چند بار گپ میزنن میگویند که همین خیلی لیکن نمیکنیم اوخی. سیور میگیرن راه میشینن. رانندگان نقلیات مسافربر شهر میگویند پیوسته به مسافران رعایت فاصله اجتماعی را تاکید میکنند، ولی مردم به حرفشان گوش نمیدهند. همین ده خط کشیدگی هم بگم میگن کارت بیاره خلق در بیرون ایستادگی 8 ماشین. برای نداشتن نقاب طبی در کشور جریمه پیش بینی شده است، اما برای رعایت نکردن فاصله هشدار یا مجازات پیش بینی نشده است.
چرا مقامات کشور توصیه‌های سازمان جهانی تندرستی را به طور انتخابی اجرا می‌کنند؟ وزارت تندرستی در این باره به خبرنگاران شرح نداد. در این نهاد تنها گفتند که مسئله مجازات برای رعایت نکردن فاصله اجتماعی تا حالا نیست. هر خبر گزارش که ما وابسته به کووید در تومان‌ها یا که در واسطه تلویزیون منظور بیننده که خواننده می‌گردونیم، حتما در آخر متن یا بار گپ می‌زنیم همین طلبات چیه، همین فاصله و بین دیگر شستن دستان. مقامات تاجیکستان هر روز از کم شدن شماره گرفتاران کووید 19 خبر می‌دهند. این تاکید و اظهارات مقامات هم باعث شد که مردم دیگر گوشه نشینی یا خانه نشینی را ترک کنند و از خانه به بیرون برآیند. اما اکثر متخصصان و پزشکان از آن نگرانند که این وضع میتواند به موج دوم یا خروج دوباره بیماری سبب شود. ساکنان دهه در نویای ووسی سالهاست که تشنه لب می‌گردند. بالای سوختن نمک و پاندمیای کرونا ویروس نه تنها کشانیدن آب را به این روستا به تأخیر گذاشت، بر ضمن آن از آبی که همسایه‌هایشان می‌دادند محروم نمود. محمود جان رحمتزاده و امردین اولیموف به آبی ساکنان را به نوار گرفتند. پاندمی کرونا ویروسی نو قسمی از ساکنان دهه غلوت پایان ناحیه ووسی را از آبی آشامیدنی محروم کرده است. ساکنان این دهه میگویند که پیش از پاندمی آنها آب را از روستای همسایه میکشانیدند، اما بعد پنهان شدن ویروس بیشتری ساکنان در حولیه‌شان را برای آنها بستند. شمسیه تبروا 11 سال باز در این دهه به سر میبرد، اما از آب آشامیدنی تنقیسی میکشد. موی نمیکنن، میگم ما هم گولک داریم، ما هم زندگی داریم، شما کسل نیارین، هر شما در فرما در میکروب در ویروس شیشتگین میگه خطون بخیزین، خطون آب بکشین، کسل چیرا افلوسی را به خانه ما را نیارین میگه. یک تا آب در هسته در امی گذاری ما اما هم پستیانی نمیآید. با همی وقتی که خودش بوشکا پر میکنه، خودش یک کار دیگه میکنه، نمیتونه با هم اوانی کاینم خیلی یگان چورابینی شه، بعدش با پشت میمونه، بعد او گرفتانی میمونه. باشندگان دهه غلوت پایان میگویند که به دهه آنها قبرهای آبگذر کشیده شده است، ولی هنوز آب ندارند. سروینیسا شیرالی و ساکن دیگر این دهه میگوید 2 فرزندی معیوب دارد و گاهی مجبور می شود که آنها را تنها گذاشته به آب رود. با جماعت با وکیلا با ناحیه مراجعت میکنیم، با ما هیچ کس دستگیری نمیکند. در حولی‌های ساکنان این روستا چاه‌های کلان آب دیده می شود، اما ساکنان میگویند آب این چاه‌ها برای کشت و کار است و برای نوشیدن مطابق نیست. عاقلما دولت و ساکنی دیگر میگوید که کندن چاه در حولی به خانه‌شان مصیبت آورد. در حولی ما چاه کندیم، متاسفانه همین سال فرزندی ما یک فرزندی 3 ساله در چاه زد مرد. در جماعت خدایا رجبوف هم مشکلات بی‌آبی حدود 100 خواجگی دهه غلوت پایان را تصدیق کردند. مسئولان جماعت گفتند $40,000 برای کشاندن آب طریق لایحه چراگاه‌ها به این دهه جدا شده است، اما با سبب پاندمی کرونا ویروس کار لایحه هنوز آغاز نشده است. ضمناً در تاجیکستان مثل ساکنان دهه غلوت پایان صدها هزار نفر به آب پاک آشامیدنی دسترسی ندارند. حکومت تاجیکستان گفته است که در طول 10 ساله گذشته برای اجرای طرح برنامه‌های وابسته به تامین آب و آبیاری تقریباً $1,648 میلیون آمریکایی مبلغ گذاری کرده است، اما هنوز هم 30% اهالی از نهر و رودخانه‌های آب می‌گیرند که می‌تواند آلوده و دارای انگیزه‌های بیماری‌های سیرایتی باشد. و دادگاه ولایتی سوغد یک ساکن نویای باباجان غفورов را با گناه کشتن دختر خردسال و مادرش به 22 سال زندان محکوم کرده است. مقامات میگویند پرویز جان سیف‌الدینов را به کشتار همسر برادر و دختر خردسال او گناهکار دانستند. تفصیلات این خبر را میتوانید در وبسایت ما پیدا کنید. اینجا برنامه اخباری امروز را به پایان میرسانیم. تا ملاقات بعدی عزیزان در هفته نو شما میتوانید شبانه روزی خبرهای تازه را از وبسایت رادیو آزادی بخوانید زیر نشانی www.azadi.org. اگر میخواد گزارش‌های روز و جالب را تماشا کنید پس به آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب روید. در 2 روز آینده برایتان بینندگان عزیز استراحت خوب میخواهیم و امیدواریم روز روزگارتان خوش میشود و تا برنامه نوبتی در هفته نو خدا نگهدارتان.